علیکم برادران و خواهران عالی قدر. سرول شما رو و تمام مسلمانان دنیا رو به عید سعید فطر یعنی عید رمضان تبریک و مبارک باد میگویم. بعدا به سوال های شما جواب گفتم میخواهم که بسیار سوال ها شد ما به ولیک بریتانیا می رویم به نزدیکی چگونه ما رو پرداخت میکنند مزد معاش. وقتی که شما به ولیک بریتانیا می آیید، وقتی که شما وارد فیرم میشوید یعنی وارد فرم میشوید به کار شروع میکنید، در دوام یک هفته به شما کارت وان پی انم خیلی کارت به شما دسترس میکنند. در دوام یک هفته که شما کار و فعالیت میکنید، شما مهنت میکنید، مزد مهنت شما در همین کارت میگذرد. وقتی کارت رو به شما دسترس میکنن الکی در صورت حساب کارت پول های شما میتوانید کارت را استفاده برید در مغازین یا اینکه در دیگر جا، یا اینکه میتوانید پول روی کنید به تمام دنیا. سوال شد که به تاجیکستان چگونه پول روی کرده می شود. به تاجیکستان پروگرام پیسنس کچت میکنید از پلای مارکت، استنوید میکنید در تلفن به مانند سبربانک میتوانید که چرز پروگرام پیسند از وامپی به تاجیکستان پول روی کنید. فرق ندارد چند پول روی میکنید، 1 فونت یک را میکنید، 10 فونت، 100 فونت، فرق ندارد. اگر ما یگون چیز فهموده نتونستم، اگر یگون چیز نفهمیدید، البته در کامنتاری ها نویسید، حتما من به شما جواب میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.